حساب نماز بازم بسیار تکلیف است میرم. یعنی هر رقم کار باشه کار اعلام میتونم نماز خودم میخوانم. صفات کی است؟ اجازه است. بفرمایید. سلام علیکم. سلام مردان علیکم. باشیم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر اومدید. خوب هستم. قراری است. بفرمایید. میشه. صحت خوب است؟ الحمدلله. خودت خوب هستی؟ قراری است. بیادرها خوب بود؟ الحمدلله. بخیر باشه. شکر بخیر باشه. محمد خودت خوب هستی؟ الحمدلله. تو خوب هستی؟ الحمدلله. چی گپ است؟ شکر بخیر. کجاست این گم گمسته باشه؟ والا هستیم جنجالای زندگی یک ذره مصروف هستیم. خدا بسیار مبارکی. نامدی زیاد میشه طرفای ما. والا میامدم دیروز قضاشم بیایم باز اگر مشکل پیش شد نشد بیایم دیگه از خاطر. راستی شما نماز خواندین؟ نماز نی والا وقت نماز شد. وقت نماز شده که قضا میشه بریم نماز بخونیم. خوب گپ است. بیا محرم. نماز بخونیم. نماز بخونیم. بیا این طرفه شما. برو. آمین یا رب العالمین. خواندی نماز مصطفی؟ نماز الحمدلله خواندیم. والا دیگه حساب نماز بازم بسیار تکلیف است میرم. یعنی هر رقم کار باشه کار اعلام میتونم نماز خودم میخوانم. از اون روز که پیدا شدیم شب روز خود شناختیم در نماز یعنی یادم نمیکنم داشت قضا شد. هر رقم کار مهم بوده کار اعلام نماز خواندیم. ماشاءالله. دیگه فقط سستی مدشی بوده که در اول وقت نخوندیم یک کمی که وقت شده نمی یکان نوبختر که واسه دیگه قضا خب کلا نمیکنم. هر رقم کار مهم باشه کارم اعلام میتونم نمازم میخوانم. تا یادم نمیاد بخیر نمازم دروغینشم قضا شده باشه. یا والله مثال توان بده. بخیر باشید. سلامت باشید. برو میدان سو. برو نه؟ چی گپ است؟ صبر کن باشه پیش من. باشه. دعا کن باشه خب. بیا. نیز باشیم برو نیز باشیم برو پیسه نیز برو شما عادت داری هر دقیقه برو نیز باشیم برو هر دقیقه پیسه بده درست خوب مردم دیگه بود از خاطر از او 500 تومانی شدم نیز برو از خاطر از او 500 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
عزیزای گرامی، دوستای نهایت ارجمند، امروز چند نقطه خواستم در ارتباط ریا با هم گپ بزنیم، صحبت بکنیم. چون قسمی که شما میفهمین در این شب روز اکثریت جوانای ما در اینمی مرض مهلک آغشته هستند. دیگه ایجاب میکنه که چند دقیقه با هم صحبت بکنیم تا اولا ذهنای خود ما از این مسئله آگاه شود که ریا و تظاهر دو مرض مهلک و کشنده در قسمت اعمال ما شما هستند و بعد از او دوستای دیگه ما هم بدانن که این اعمال سبب میشه تا ما اونمو عملی که با خاطر انجام میدیم اجرش به دست نبریم، برخلاف گناه هم کنیم. دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. الله به کی میگه؟ به کسایی که ایمان دارن، نه به کسایی که به عام مردم نمیگه، یعنی چون اکثرا مؤمنین مورد خطاب قرار میگیرن. چون ریا کسی میکنه که ایمان به الله داره، به او اساس میگه ای کسایی که ایمان آوردین، ای کسایی که مسلمان هستین، اعمالتون شما باطل نسازین. به چی؟ به اذیت کردن مردم، بالمن والاذى، با منت ماندن بالای مردم. تو یک عمل خیر انجام میدی لیکن در ماورای از اون سر از اون شخصی که تو منت میمونی، برای کسی که تو عمل نیک انجام میدی بالایش منت گذاری میکنی، او را اذیت میکنی. در این حالات شما اعمالتون خراب میکنین. باطل نسازین اعمالتون با منت ماندن، با اذیت کردن مردم. با ادامهش میگه کالذی ينفق ماله رئاء الناس، مثل کسی نباشین که مالش خرج میکنه تا اینکه مردم ببینه، انفاق میکنه به خاطر مردم. رضایت الله سبحانه و تعالی در میان در نظر گرفته نمیشه، بلکه هدف شخص صدقه دهنده است که مردم ببینیش و مردم از او مدح و صفت بکنن. که الله متعال از این ما شما را نگاه کنه. متاسفانه در جامعه ما مردم چی میکنه؟ نماز میخونن به خاطر چی؟ که باش کسایی که همراهش سینا ببینن که والا فلانی خوب نمازخوان آدم است، خوب به یاد الله متعال میباشه. اما در خفا، در نهان، وقتی که با خود میباشه الله متعال در یادشان نیست. نه نماز یادش میایه و نه هم یاد الله سبحانه و تعالی. مثل ازی انفاق دادن، نفقه کردن. بله، نفقه کردن یک امر بسیار نیک و خوب است. الله متعال به ما و شما را امر میکنه چون در دین ما جای داره. اما اگر تو نفقه میکنی به خاطر از اینکه کسایی که در اطرافت هستند رو ببینن، تو بر علاوه که ثواب نکردی گناه هم کردی. چون ما مأمور به این هستیم که صدقه کنیم، اما به خاطر الله سبحانه و تعالی، نه به خاطر ریا، نه به خاطر تظاهر و نه به خاطر نشان دادن خود به اطرافیان خود. در جامعه ما حاجی صاحبا ما میرن حج انجام میدن، مناسک حج خلاص میکنن، وقتی که میاین بازدهی دیگه اسراف میکنن. اسراف در چی قسمت میکنن؟ جای نماز بخر، تسبیح بخر، فلان چیز بخر، بسیار مصرف زیاد میکنن که از مصرف حج که مصرف این تحایف و چیزایی را که در جامعه خراب مردم ای زیاد میشه. هدف ما کسب رضایت الله سبحانه و تعالی است، نه به مردم نشان دادن. چرا این کار حاجی صاحب میکنن؟ تا که مردم ببینه که فلانی صاحب حج رفته بود و او حاجی شد، باز برازو بگن که حاجی صاحب حجت مبارک. در حالی که ما یک عمل نیکی که انجام میدیم فقط به خاطر الله انجام میدیم، نه به خاطر از اینکه مردم سر ما خبر شوه. حالا یک نفر در نیم شب میخیزه و الله متعال راز نیاز میکنه، نماز تهجد میخونه، سبا که قسم نمیکنه که هر شخصی که پیشریش آمد برازو بگه که والا ما امشب نماز تهجد خواندم، چون این به خاطر کسی که خوان او را دید و اجرش هم اونمو آدم میته، بدلیش همون ذات میته که او را دید. اما در جامعه ما متاسفانه که نمی مسئله رعایت نمیشه. همگی هر کار خیره که میکنه فقط به خاطر از این میکنه تا ای که مردم از او صفت بکنه، تا ای که مردم از او مدح بکنه، تا ای که در بین مردم یک جایگاه داشته باشه. مهم این نیست که الله سبحانه و تعالی را میبخشه نمیبخشه. دیگه مسئله را سخنان خود از طولانی نمیکنم. الله سبحانه و تعالی ما را توان و توفیق از این بده که هر کار را که میکنیم فقط و فقط هدف ما کسب رضایت الله سبحانه و تعالی باشه، نه ریا، نه تظاهر، نه خود نشان دادن به اطرافیان خود، به قوم خویش خود، به کسایی که در جامعه همراه ما زندگی میکنن. بلکه ما فقط میخوایم که الله سبحانه و تعالی راضی بکنیم و ما مسئولیت و رسالت ما فقط این است که ما در دنیا آمدیم تا رب خود راضی بکنیم، ولو اگر تمام مردم از موتون ناراض هم بود مشکل و مهم نیست بر ما شما. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.